وحيد يا يما نعم يلي تسمعوني وياي نعم ما غمضت عيني مدلل يا يما بس منك اسمع كل كلمات يا يما نعم يلي تسمعوني زمین سبز شد از حضور آنها. خضر هر روز در صحراها می‌گشت تا گمگشتگان را به راه آورد. الیاس نیز در دریاها به دنبال گمشدگان می‌گشت. یونس در حالی که به امیر بد و بیراه میگفت سوراخی در کنده درخت ایجاد یه بیمارستان زیرزمینی داره که از من نپرس، من نمیدونم. خب اما دیدم کسایی که عکس توش برام آوردن، داخلش از اولش که میری تا آخرش پورش در بیمارستان زیرزمینی داره، مال زمان جنگ. داخلش بوکه توپه، یه جور چیزا داخلش هست اما هیچ کس نمیگه کجا. یه جور من که خودشون میدونن. بیشتر که میگفت متوجه شدم مسئلهش فعالیت نظامی یا عملیات مخفی نیست. یونس به سیم‌ها و کابل‌ها فکر می‌کرد. به ژنراتورهایی که برق بیمارستان را تأمین می‌کنند. Cyrus, aujourd'hui nous sommes réunis autour de ta dernière demeure pour te dire « Repose en paix, car nous veillons ». طرق الباب حسن وأخبرنا أن نستعد. جاء الشاه برفقة بعض من ضيوفه العليا إلى عبادان، وقاموا بزيارة المنشآت النفطية. كانت هناك برامج خاصة لمناسبة دخولهم. أطلقت صفارات المصفى والبواخر لأداء التحية للعيد الوطني في ساعة 11:20 متزامنا مع الدعاء العام.
خدا شاه میهن ای شور من حوالی ساعت 8 بود که ناخدا به ما رسید. این دست اون دست میکرد تا بگه ضبط ماشین خاموش شد. مجید صدا رو کم کرد. فکر کردیم ناخدا میخواد آدرس دوز رو بذاره کف دستیم. اما باز روز از نوروزی از ما. میدونی اسم آبادان از کجا میاد؟ بی‌حوصله تر از اون بودم که جواب بدم. ناخدا شروع کرد به بافتن. اول گفت این همان بهشتی است که ما بندگان پاک متقی خود را به خصوص وارث آن می‌گردانیم. همان آیه‌ای که به خضر اشاره دارد. با کاوش در تاریخچه آبادان ما از خضر و پسر خالش مطلع می‌شویم که این سرزمین را زیر ردای عابدین زینت بخشیدند. ما به احترام حضورشان نام آبادان را به این جزیره دادیم تا ادای احترامی همیشگی برای ورود محترمشان باشد. در این سفر از شما می‌خواهم به دنبال گیاه شیرین بیان باشید، نماد فراوانی در این سرزمین. خضر این گیاه مقدس را با خود به اینجا آورد. خضر اجنه را مطیع فرمان خویش کرد تا شیرین بیان را در سرتاسر آبادان بپراکند. زمانی که انگلیسی‌ها شرفیاب شدند، تصمیم گرفتند راه‌هایی به بخش مرکزی ایران بکشند. سوخت به حرکت درآمد. آنچنان که به حرکت درآورد. خوانین نگران بودند. جاده ها به زمان رعیت ها اعتبار می دهد. بالاخره در سال 1898 توافق حاصل شد و برادران لینچ جاده سازی را شروع کردند. دیشب حسن زنگ زد و گفت برای امروز قرار ملاقاتی ترتیب داده. یک مادام سیاه پی بقایای صنعتی میگشت و گزارش به اینجا افتاده بود. جالب این که پدر مادام در شرکت نفت ایران و انگلیس مشغول به خدمت بود. حوالی دهه 30. درست در ساعت 5 عصر برای صرف نهار یکدیگر را ملاقات کردیم. مادام با پلان‌های یک موزه شهر وارد شد و تمام مدت در این باره حرف می‌زد که چطور می شود از میراث فرهنگی یک شهر پسا صنعتی استفاده کرد. او می خواست بازدید کنندگان شکوه سازه‌های نفتی را ببینند
با بومیان گفتگو کنند و داستانهایشان را بشنوند. یک نقاش مادام را همراهی می‌کرد تا بناهای آسیب دیده را طراحی کند. نقاش سعی می‌کرد مهارت به خرج دهد، اما ایده‌اش این بود که نقاط ویران شده را خالی بگذارد. از او خواستم تعدادی از طراحی‌هایش را به من بدهد. پذیرفت. حله تمام؟ برو اون زود بیوم که با بریم شرکت انترسازی برم. بس بود نیمز گفت دونی شاب دونی دیدی تلگونه دوریت میکنم نمی باکنه یه بیام چکار کنم با بار میخوام بدم فعاد بیارم اونو تو بریم شرکت انترسازی اوشنگ جعفرعلی اونا هم بریم ببر با خودم اونو میخوای بگیری از کجا میخوای بری بیاری؟ خود میری بیاری؟ بابانت بیاد هوشنگ و دوستان یاد نره حیدر رو ندیدی امروز؟ یه پیرمردی به طورت نخوردن اما با پیرمردی که تخمی کلاه داره